وسط فایل ببین محیط پاور میلینه، خیلی راحت و جمع و جور و ساده. این کلا محیطش. تو فایل ایمپورت مدل رو میزنیم ما. من یه مدل خودم آورده بودم، اینو حالا یه جا ذخیره کردم، همونو میارم کار میکنیم. هفته دیگه بهتون میگم این چه جور میاد اینجا. P1 DJ. خب مدل الان باز شد ولی تو صفحه گرافیکی دیده نمیشه. یه علامت اینجا هست فیت تو اسکرین، ببینید ریسایز تو فیت، مثل نرم افزارهای دیگه است، یعنی مدل کلا جمع و جور میکنه. این مدل ما. حالا این حالت که میزنم حالت ایزومتریکه، ببین این آپشنه که اینجاست، این حالت شیده. این حالت هم که بزنم این خطوطش از بین میره، ببین وایر فریمش از بین میره. دیگه چیز گرافیکیه، ببینید چیز خاصی نداره. ببین این تا اینجا ما میخوایم کلا از اول ترم شروع میکنیم، این مدل رو ماشین کاریش میکنیم، رافینگ و سیمی فینیشینگ و فینیشینگ و استراتژی مختلف ماشین کاری تا آخر ترم. این ترم کوتاست. اگر رسیدیم و فرز اینجا راه افتاد، چون دیگه فنی حرفه‌ای نمیتونیم بریم چون اینجا فرز داره اجازه نمیدن، همین قطعه رو میریم کارگاه میترشیم که کلا بفرمایید. خب چی میخواد؟ چرت و پرت چی میخواد؟ یکی از بچه‌هاتون کار داره استاد. کیه؟ کلهشو برداریم که. حالا کلاس کی تموم شد؟ 8 شهر. خب کیه بگو بیا. یه کار داره باید میگه 8 میگه 8 میون دیگه میترسه. بگو 8 بیشه دیگه اینجا نه. برو سر کلاس هستی برو. خب این تا اینجا. من میگم برم. برنامه سیمکو رو داری به من بدی الان؟ نه اینا اومدن روی آنتی ویروس نصب کردن، فایل اجرایش از بین رفته. خودت سیدیشو نداری، دیویشو نداری؟ بعد نگاه کنم. الان نمیتونه، الان داریم فیلم میگیریم ذخیره میکنیم. شما من کار داری؟ الانم بیای من راد نمیدم که. خسته نباشی. خب این تا اینجا. این تا اینجا. پس مدل ما اینه. ببین خواستیم روتیت کنیم، زوم کنیم، این چیزای گرافیکیشه دیگه. خودتون دیگه انگولکش کنید در بیارید چی به چیه. این زوم مینیمایزشه، این ماکسیمایزشه، این زوم ویندوشه، ببینید این چیزا چیست. این تا اینجا. اولین کاری که شما به عنوان یه برنامه نویس کدکم انجام میدید، کم شما یه همچی قطعه‌ای دارید میخواید این رو از یه بلوک خام در بیارید. اولین کاری که میکنید باید یه بلوک متناسب با این تعریف کنید. ببینید این شکل توی یه بلوک چه ابعادی جا میشه. این شکل تو چی؟ توی یه بلوک چه ابعادی جا میشه. این آپشن تعریف بلوکه. ببین اینجا نوشته بلوک، هم اینجا هست هم اینجا. من اینو میزنم، همه اینا دست نمیزنم، فقط کلکیولیت میزنم. ببینید هیچ چیز رو دیگه دستکاری نکنید. کلکیولیت یعنی از روی مدلی که اینجا هست، این مدل سه‌بعدیه، یه بلوک تخمین بزن. ببین یه بلوک تخمین بزن. این شد ماده خام من. ببینید از نمای بالا که نگاه کنم فیت تا فیت، از نمای روبرو که نگاه کنم ببینید ماده خامی که من باید ببندم، ماده خامی که من باید ببندم تا شکل رو از اون ایجاد کنم. این تا این مرحله. تا اینجا سوالی هست؟ این بالا. اولین مرحله اینه که ما یه ماده خام سایز مدل انتخاب کنیم. نه شما اصلا بزرگتر فکر از ذهنتون فعلا پاک کنید. سایز خودش یر به یر. این تا این مرحله. تا اینجا سوالی هست؟ خب حالا من به عنوان یه برنامه نویس میرم میگم آقا این 4 تا برنامه مربوط به این قطعه است. بلوکی هم که می‌بنده یه بلوکی مثلا 200 درصد در 50 باشه. اولین چیزی که اپراتور فرز سیاسی از من میپرسه میگه چی؟ تو برنامه نویسی دستی هم داشتیم. رفرنس یا مبدأ مختصاتت کجاست؟ نه رفرنس ماشین ها. رفرنس قطعه سنتوست یا مبدأ مختصات چی؟ کجاست؟ الان من اینجا مبدأ مختصات روی این شکل میدونم کجا هست؟ مشخص نیست. خب معمولا یکی از گوشه های مکعب رو میگیرم مبدأ مختصات. یکی از گوشه های چی؟